اساس خبرها کیارا فرانی 36 ساله که به عنوان مشهورترین و ثروتمندترین بلاگر دنیا شناخته میشه و همسرش فدر رپر که 34 ساله است بعد از 8 سال زندگی مشترک از هم جدا شدن. این زوج ایتالیایی سال 2016 آشنا شدن و 2018 توی یک مراسم بزرگ توی سیسیل ایتالیا ازدواج کردند و 2 فرزند به اسمهای لئو و ویتوریا دارند. گفته شده عوامل مختلف باعث جدایی این زوج شده، از جمله فعالیت‌های اخیر کیارا که بعداً حاشیه‌ساز شد و همچنین یک مجله معتبر ایتالیایی امروز عکسی از کیارا با گریم جوکر منتشر کرده و ادعا کرده که بر اساس مدارکی به دست اومده کیارا یک امپراتوری ناعادلانه با شرایط و حقوق بد برای کارمندانش داره و حتی بعضی از کارهای خیریه‌اش هم دروغه. کیارا یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین بلاگرهای دنیاست که با برندهای زیادی تا حالا همکاری داشته.